ما ملت کتابیم، همتای آفتابیم. ما روشنی تباریم، دریای شعر نابیم. تاریخ نام ما را با خط زر نوشته، بنیاد ما به شیری فضل و هنر نوشته. ای نسل نو رسیده، ای صبح نو دمیده، از آرمان تاجیک ای بهترین پدیده. کتاب و کتابداری یکی از سنت‌های قدیمی مردمی تاجیک به حساب می‌رود. محض توسط ایجاد کرده عالمان و محققان و ادیبان تاجیک شکوه و شهامت تاجیکستان در عالم پهن گشته است. واقعا هم اثبات این گفته ها محفوظ بودن با ارزشترین دستخطهای ملت تاجیک در کتابخانه های مشهور انگلیا، روسیه، هند و پاکستان، چین و دیگر کشورهای بزرگ دنیا می باشد. در این راستا با ابتکار خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، سال دوم است که در سراسر کشور آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اعلان گردید. هدف اساسی پیشوای معظم ملت از اعلان نمودن چنین آزمون آن است که کتابخوانی و کتاب نویسی در جامعه بیشتر رواج یابد و سطح معنوی و اخلاقی جامعه باز هم بهتر و خوبتر گردد. مهمانان عزیز و ارجمند، با اجازه یکایک شما مراسم جنبست آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را کشاده اعلان می نماییم. حالا به صحنه یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، رئیس کمیسیون آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، محترم عبدالجبار رحمانزاده را دعوت می نماییم. السلام علیکم حاضرین ارجمند، میهمانان گرامی قدر، پیش از همه یکایک شما را به مناسبت جنبست کردیدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است صمیمانه تبریک میگویم. از حضور شما استفاده نموده در سیمای شما تمام آموزگاران و دوستداران کتاب و همه مخلصانی که نظر و اندیشه های خود را توسط شبکه های اجتماعی امروزها وابسته به این آزمون بیان نموده ایستادند، پیش از همه اظهار سپاس یکایک را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که تشبثکار و به واسطه توسط ابتکارات این شخصیت سیاسی در جمهوری این آزمون راه اندازی شده است میرسانیم. باعث افتخار است که این تشبث پیشوای معظم ملت را در سراسر جمهوری خرد و بزرگ دستگیری نمودند و در این آزمون فعالانه اول در ناحیه ها، شهرها و در مرکز ولایت ها در 3 دور نورسان و جوانان و کلانسالان اشتراک نمودند و نهایت تعداد از بهترینا و دور 4 این آزمون را خط گرفتند و به پایتخت مملکت شهر دوشنبه تشریف آوردند. از روی کار و فعالیتی که حکمان به انجام رساندند
از 270 نفر داوطلبانی که در این آزمون فعالانه اشتراک کردند 76 نفر آن صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند و بسیاری از نامیناسی‌ها در جاهای دوم 3 نفری و در جاهای سوم 2 نفری همگی 76 نفر داوطلبان بسیار سطح بلند صاحب جایزه های این آزمون گردیدند. بار اول در فروغ صبح دانایی کتاب است نامیناسیون شاعری وارد گردید و 20 نفر داوطلبان خواستند که در این دور نهایی اشتراک کنند و داوران همه این کسانی که با عریضه در این آزمون اشتراک کردند خواستند عریضه هاشان قبول کرده شد و آنها در آزمون اشتراک کردند. از روی محاکمه و تحلیل هایی که هیئت حکمان پیشنهاد کردند اکثریت این کسانی که به نامیناسیون شاعری حجت سپاریدند 1 یا 2 یا 3 مجموعه خود را چاپ کردند یا در شعر و شاعری ذوق خیلی خوب دارند و با همین مقصد از سبب آنکه در خود نامیناسیون 3 جای بود از روی پیشنهاد حکمان ما بر 4 نفر جای مقرر نمودیم و همچنین 3 نفر با پیشنهاد هیئت حکمان به صفت داوطلب به خاطر اعضای اتفاق نویسندگان شدن پیشنهاد گردیدند و خوشبختانه رئیس اتفاق نویسندگان این پیشنهاد را پذیرفتند و 3 داوطلبی که بسیار استعداد بلند داشتند خوشبختانه با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته می شوند. حاضرین ارجمند، در مقایسه با سال گذشته امسال داوطلبان بیشتر و زیادتر تلاش می‌کردند که مهارت استعداد خود را به حکمان معرفی نمایند و بسیاری از خوانندگان مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی به خصوص کودکان نورسی که با نامیناسیون یکم ادبیات بچگانه پیشنهاد شده بودند خیلی با ذوق، با محبت، با مهر و این آزمون آمادگی گرفته بودند و کوشش کردند که به سوالهای حکمان واقع‌بینانه جواب گویند و معلوم می شود که خیلی زیاد کتاب بدیعی خواندند و از اشعار شاعران شعر اذیت کردند. از همه بیشتر زیادتر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نیز با آمادگی خیلی خوب به این آزمون از شهر و ناحیه ها آمدند و در آزمون با مهارت بلند و استعداد خیلی زیاد خوب برآمد کردند و ما با آنها یک جهان تشکر میگیم. باعث خوشنودی است که کلانسالان نیز با ذوق خیلی خوب و زیاد به آزمون آمادگی گرفته بودند و در هر یک نامیناسیون که اشتراک داشتند با استعداد خاصه خود کوشش میکردند که به همه سوال ها جواب گویند و توسط حافظه فرهنگی خود اون اشعاری که اذیت کردند آن را پیشکشی حکمان میکردند. ما به همه اون کسانی که در آزمون شرکت ورزیدند و همشان یک جهان تشکر بیان میکنیم. البته در کار آزمون در برابر موفقیت دستاوردها کمبودی ها نیز به مشاهده می رسید. ما البته در جلسه مشاوره وزارت معارف و علم وابسته به اون کمبودی هایی که به چشم رسید مفصل می استیم
ولی چند نکته را تاکید کردنی هستم که بعضی شهر و نویا قریب که یگام نماینده در این آزمون اشتراک نمیکرد که این البته کمبودی خیلی جدی است. در برابر این در بعضی شهر و نویه ها با از روی خودی همون موادی که در نظامنامه نشان داده شده است از روی همون مواد خواننده ها آثار را از بر نکردند و با همون موادی که در خود ضمیمه نظامنامه آورده شده است کم اعتبار دادند. از این نقطه نظر بعضی خوانندگان در وقت جواب دادن مشکلی میکشیدند. ما باوری کامل داریم که بعد این آزمون و ماه ینور البته باز برای سال 2021 با مناسبت 30 سالگی باز همین آزمون اعلان می‌گردد. این کمبودی ها به این نوبت گرفته میشوند و از فرصت استفاده برده میخواهم با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خاطر در سطح بلند تشکیل کردن و زحمت کشیدن یک جهان سپاس ابراز نمایم. همچنین با اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، کتابخانه ملی تاجیکستان و دیگر ساختارهای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که در برگزار و دایر گردیدن دور چهارم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تشبث نشان دادند و با وزارت معارف و علم همکاری کردند و برای دایر گردیدن این چهاربینی حصه گذار بودند و ایشان نیز یک جهان تشکر میگویم. همگی 310 نفر در آزمون اشتراک کرده است. در مقایسه با اون تعدادی که خواننده در کشور است و تعداد بیش از 150,000 دانشجویان در جمهوری تحصیل میکنند و بیش از 2,500 اسپیرانت ماجسترانت ها هستند، تعداد اشتراکچیان متاسفانه حاضرم ما را قناعتمند نمی کند. نوابسته به آن باید تاکید کرد که در آزمون کسانی که اشتراک کردند همه فعال، همه صاحب ذوق بودند. در آینده موفقیت و کامیابی ها را آرزو می نماییم. سلامت و سربلند باشند. برگساز ما کتاب و حکمت است. این دو قوت اعتبار ملت است. با ابتکار کمیسیای آزمون برای 100 نفر اشتراکچیان دور نهایی مکافات پولی 1000 سامانی و افتخارنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است و حالا همه آنهایی که به این مکافات ها لایق دانسته شدند بر روی صحنه دعوت
نگرانم به یمن تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم صنم و نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهنی انجمن آید. با هر که سخن گویم اگر خواهم و گر نی، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, с той самой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, в которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? در آن ساعت که مدهوش آدمان از باده خوابند، چراغ روز را از طاق تار شب نمی یابند. منی بیدار با اهل دیارم راز می گویم، سخن را با نگه یعنی که بی آواز می گویم. بجای ما فقط آن لحظه من را دوست می دارم، نشان عرض مهرم را سخن را دوست می دارم. خودم را صاحب ملک کهن را دوست می دارم، وطن را دوست می دارم، وطن را دوست می دارم. اینک دوستان عزیز، غالبان جای سیوم را در این گروه به صحنه دعوت می نماییم. برای سپاریدن جایزه ها از پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان محترم فرهاد رحیمی، دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان جمعه خان فیضلی زاده و رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هلال قربان زاده دعوت می نماییم که روی صحنه بیایند. مرحمت.
زبونیسوی عزیزیان ناحیه دوشتیچ جای سیوم 15,000 سومانی. مبارک باشد دوستان عزیز. به صحنه غالبان جای دوم را در همین گروه دعوت می‌نماییم. شکرانه خوجام قلو از شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. باقیف سیدامیر شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. رخشانه افضلزاده ناحیه عینی جای دوم 20,000 سومانی. شریفова محبه ناحیه همدانی جای دوم 20,000 سومانی. سریا سعیدزاده شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. رحمانова نگاره ناحیه فیض‌آباد جای دوم 20,000 سومانی. سیدو شرپов شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. مدینه جمال‌الدین شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. سمینا سعیدова از شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. سعیدزاده صابرجان شهر دوشنبه جای دوم 20,000 سومانی. نرگیس عبداللهова از شهر حصار 20,000 سومانی. شرعلی و گلزاده ناحیه عینی جای دوم 20,000 سومانی. بار دیگر مبارک باشد. دوستان عزیز به صحنه دعوت می‌نماییم نفرانی که در این گروه جای‌های اول را صاحب شدند. مرحبا. رخشانه نارова از شهر پنجکند جای یکم 30,000 سومانی.
بابازاده رخشانه ناحیه فیض‌آباد جای یکم 25,000 سامانی. شوینه مبدقدم و از ولایت مختار کوهستان بدخشان جای یکم 25,000 سامانی. سیدزاده نازنین شهر دوشنبه جای یکم 25,000 سامانی. به خاطر فراغت شما این لحظه یک ترانه مرغوب پیشنهاد می شود و بعداً چاره‌بینی ما باز هم ادامه می یابد. غالبان گروه دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی بعد از مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، ماگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکتراندها از روی نامیناسی‌های آزمون به صحنه دعوت کرده می‌شوند.
نخریده جان را از آن قدرش نمیدانی که هندو قدر نشناسد متاع رایگانی را. اگر تو شادمان باشی چه نقصان نرسد غم را، وگر خود را کشی از غم چه نقصان شادمانی را. نظامی گر دل داری نوای عاشق برکش، سماوی ارغنونی را شراب ارغوانی را. از فراز قله اقبال ما میدمد خورشید استقلال ما. هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. عطر جوی مولیان و نکهتش ما ز شیر رودکی بویده ایم. ما همه از آب رودک خورده ایم، ما ز درد رودکی رویده ایم. درد عالم ساز عشق جاویدان، درد شیرین درد والای وطن. درد شیرین درد ملت آفرین، درد دیرین درد احیای وطن. عشق تو در خون ما در جان ماست، عشق تو در شهرگ ایمان ماست. آفتاب عشق آتشبار تو جوهر آینه عرفان ماست. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن، بر زمین شهرت آزادگان دانه مهر و صداقت کاشتن. فرصت آن رسیده است که بر روی صحنه غالبان جای سیومی همین گروه را دعوت نماییم. استقبال میگیریم. برای سپاریدن جایزه ها رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم نوریدین سعید، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان قربانعلی عبدالرحیم زاده و رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان قابلجان خوشوقت زاده به صحنه دعوت کرده می شوند. شهلا یار محمدова از شهر دوشنبه، جای سیوم 15,000 سامانی. شادی و فرخنده شهری باختر، جای سیوم 15,000 سامانی. قربان بابایف از شهر باختر، جای سیوم 15,000 سامانی.
نصیبشان گردیده است که ما بار دیگر مبارکباد بگوییم. در فراورد این چهاربینی بسیار فرهنگی می خواهم تاکید نمایم که بین منطقه ها نیز آزمون دور چهارم جنبست گردید و جای یکم نصیب شهر دوشنبه گردید که ما تبریک میگوییم. جای دوم نصیب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، جای سوم نصیب ولایت سوخت، جای چهارم نصیب نایه‌های تابع جمهوری و جای پنجم نصیب ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید. ولی از ناامیدی بس امید است. باوری کامل داریم که در سال 2021 که 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت تجلیل می گردد و فروغ صبح دانایی کتاب است که فرزند معنوی پیشوای معظم ملت و حساب می روند، تمام دوستداران شعر و سخن باز هم بیشتر و زیادتر رو به مطالعه کتاب و از یاد کردن آثار گرانبهای ادبیات کلاسیک و معاصر مشغول می شوند و جشن پرشکوهی که پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که بزرگترین جشن ما جشن استقلال و آزادی است، با تحفه های ارزنده این جشن را پیشواز میگیرند. بار دیگر و همه اشتراکچیان دور چهارم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است یک جهان سپاس میگوییم و افتخار میکنیم که در فضای آرام و آسوده عمر به سر میبریم. افتخار میکنیم که وحدت کامل در تاجیکستان پابرجا است و امروز در پی عملی گردیدن سیاست پیشوای معظم ملت همه یک جای کار و فعالیت داریم و باوری داریم که جشن 30 سالگی استقلالیت را با تحفه های ارزنده پیشواز میگیریم. باز هم آزمون مبارک باشد. هموطنان، همدیاران و اشتراکچیان چهاربینی امروزه سلامت باشد، سربلند باشد، موفقیت یارتان باشد. سرزمینی تاجداران، کشوری وحدت شعاران، جنت در روی دنیا، گلشنی دائم بهاران. اینقدر خوش رنگ و زیبا، اینقدر خوب و دلارا، اینقدر سر تا به پا گل، اینقدر حسن گوارا. ای وطن تاجیکستان، ای نشانی عالی سامان، عشق تو بنشسته در دل، مهر تو پیوند با جان.
پیوندی تو هستی، مهر پیوندی تو هستی، ما در یک تای مایی، ما جگر بندی تو هستی. تو بزرگ و به زوالی، دولتی فرخنده فالی، در تمامی روی دنیا به مثالی به مثالی. ای وطن تاجیکستان، ای نشانی آل سامان، عشق تو بین شسته در دل، مهر تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، ای نشانی آل سامان، عشق تو بین شسته در دل،